خداوند اگر در عرش نشستگی باشد، وقتی عرش که جنبید خدا همه جنبه، نعوذ بالله. این اعتقادها را قبول نکنید. سلام علیکم و رحمت الله. ولی تصور کنید که من در حیرت میمونم، ولی میگن که اگر که عرش لرزید، یعنی بین اگر که عرش لرزید، تصور کنید که الله با بندگاش، با بندهاش، با مخلوقانش مانند میکنن. الله خودش میگه که لیس کمثله شیء، نیست همتای الله چیزی، مثل مانندی ندارد الله. اینا میگن که عرش اگر لرزید، پس الله در بالای عرش. تصور میکنید فکر را؟ عقل به چی میبرد انسان؟ عقلی انسان به گمراهیت میبرد، به کفرت میبرد. انسان باید در این مسئله اندیشه نکند. اینا چیزی اصلا چیزی هستن که غیب از ما هستند. چیزی خیلی که آمدن، ما باید همینا را اثبات کنیم به الله. تمام. الله بالای عرش است. الرحمن علی العرش استوى. تمام. استوا معلوم. استوا در زبان عربی چی است؟ بالا، بر بالا، بلند و بالای از عرش است. تمام. لیکن من در حیرت میمونم که تو ببین تا این درجه ماتوریدیا و صوفیا چی میگن که اگر شما میگی بالای عرش است الله، اگر عرش لرزید الله، تصور میکنید گپاش؟ نه. گمان میکنن که همه خیلی که یک پادشاه در بالای عرشش باشد و عرش پادشاه، تخت پادشاه بلرزد، پادشاه بالاش غلطد. هم خیلی تصور میکنن الله، تصور میکنید الله با مخلوقش برابر میکنن. همون چی میگه که عقل چیزی که فکر کرد در بالای الله، در باره الله، الله خلاف همون است، خلاف عقل تو است. تو الله به عقلت تشبیه ندی، تو الله به عقلت تصور نکن. چیزی که عقل همون چیزی که میبیند همون رو تصور میکند، چیزی که نمیبیند غیب است، خیلی رو تصور میکند. از همین سبب عقل که پیش کردن گمراه شدن. همین عقل که پیش کردن گمراه شدن به همین سبب. تو این درجه که الله میگوید که الرحمن، خودش میگه الرحمن علی العرش استوى. میزنن شبهه میارن، این طرف میزنن اون طرف میزنن. بعدش میگه اشعریا که استولا، یعنی که ضبط کرد گرفت الله عرش. استولا به معنای استوا را به معنای استولا، که امام مالک میگه استوا معلوم. استوا معلومت برای همه در زبان عربی. استوا علی، بالا و بلند شد. یکی بالا و بلند شدنی الله بر بالای عرشش مثل بالا و بلند شدنی بر پادشاه بر بالای تختش است. انا این کم عقلی و کم سفیهی و بی عقلی الله با مخلوقاش برابر میکنی. همین بیزدبی در همین که انسان عقل پیش میکند در دین، از قرآن سنت پیش میکند، گمراه میشود و به همین جهت گمراه شده. همین بیشتر همین گروه ها به همین عقل فکر که میکنن، عقل پیش میکنن، گمراه میشوند. برای همین دست الله انکار میکنن، چشم الله انکار میکنن، روی الله انکار میکنن، همه چیز انکار میکنن. بعد تعویل شو میکنن به بنای که این کارشو نکنیم گفته، تعویل شو میکنن بعد به هر طرف. عقیده ای اهل سنت همین است. از صحابگان و تابعینان که تابعینان که هم خیلی که آمده است، امیر روح کما جاءت، همه خیلی که آمده است، همه خیلی بعد ما چی مرور کرام هم خیلی که است، هم خیلی ما باید بگذرونیمش. الله گفته است هم خیلی الله اثبات کرده است، ما اثباتش میکنیم. پیغمبر اثبات کرد، ما اثباتش میکنیم. برای ما معناش معلوم است، کیفیتش برای ما مجهول است. تمام. اثباتش میکنیم خیلی است. برادرای گرامی، من نفهمم اگر که هر روز گپ زنم با هم میای باش برای چی؟ برای عقیده گوش نمیکنید، در دین تو شک دارید. یک کم شبهه، تمام. کم شبهات میارن، تمام دیگه در دین دیگه راه گم میزنه که کم طرف بری. همین از چی سبب است؟ ریشتون در زمین سخت نیست. ریشت در زمین سخت باشه که اگر که باور کن، اگر که چیت بیارن، شبهه های دنیا را بیارن، نمیلرزی اصلا، جوش نمیلرزه هیچ کس. یک شما یک شبهه هم خود بیارن، از بیخ هم درخت، برای درختی که در
نو ریشش در زمین کم ترک زدگی است، شمال به پرتواش میرود. همون گفتیم صدا گفتیم که مثل شیشه باشه. شیشه خیلی شیخ اسلام تیمیه میگه الله رحمتش کند که وقتی که شبهه آب که اومد نمیستد در شیشه میرود. هم خیلی شبهه که اومد میرود نمیستد، مثل بشلکه نباشه که هر یک شبهه رو به تو بکشه. شما نفهمن اخی همون الله میگه که و ما قدر الله حق قدره. همون الله که شما باید ارجمندی الله، همون سزاواری ارجمندیشه، سزاواری قدر و قیمت الله باید بدونید که چقدر الله سزاوار است به قدر و قیمتی که دارد. الله ما باید گرامی قدر دونیم، قدر الله دونیم که الله چقدر است، چقدر بزرگ است. تصور کنید که آسمان ها و زمین ها مثل یک کنجیت است در دست الله. کنجیت یک خالی که در دست است، در کف دست است. یک خال بین یک خال برین است. آسمان ها و زمین ها یعنی که دنیا همش. پس اون میگه که عقل میگه که اگر که بالای اگر عرش باشد، عرش که لرزید الله میلرزد. تصور میکنی همینه؟ عقل تا چی درجه میبره آدمه؟ حیوانا میدونن که الله بالای عرش است. حیوانا به بالا داشتی نظر میکنن. یهودا، نصرانیا همه کودکی که نو تولد میشه و گپ یاد میگیره با بالا اشاره میکنه. من نفهم عقیده این معترضی و اشعری هم عقل ندارن که فهمن که الله در کجا است. دست به بالا میرن، دعا میرن و بعد میگن که چی الله در همه جاست. تصور میکنید؟ باور کنید. هم آیات ها و حدیث های آشکارا هست. باور کن در حقیقت من نفهم. باور کن نه خودم قرن شما نفهمی. باور کن الله علوی ذات دارد و علوی و یعنی که قدر، یعنی که چی میگم، اون علوی القدر و علوی ذات دارد. هم قدر الله بلند است و هم ذات الله بلند است از همه چیز. باید فهمی برادرای گرامی. من نفهم. یعنی الله میگه که لیس کمثله شیء، ای نیست مثل الله در چیش؟ در استواش بر بالای عرش. نیست مثل الله در چیش؟ در شنواییش. نیست مثل الله در چیش؟ در بیناییش. نیست مثل الله، نیست مثل الله چیزی همتای الله چیزی نیست. نه در صفتاش که ما دست به الله اثبات کنیم دست الله با دست انسان برابر شود. حتی دستای انسان هم دیگر فرق دارد. دستای انسان از حیوان فرق دارد. حیوانات از همدیگر فرق دارد. حتی در بین مخلوقاش دستاشو فرق دارد اصلا. پس دست الله از دست مخلوقاش فرق دارد 100%. الله میگه لیس کمثله شیء، نیست مثل الله چیزی، هم در دست، هم در روش، هم در همه چیزش. یعنی الله کامل است. الله ذاتش پره و کامل است، نقص عیبی ندارد. ما وقتی که الله اندیشه بینیم با مخلوقش که مانندش کلمه کفر است. این بیچاره داشته نمیفهمن که چی معنا دارد اصلا. حتی همون آیات ها را همون ولله مثل الاعلى، باور کنید من نمیفهمی چه خیلی تصور میدن اینو، چه خیلی با همون عقل کوچکی که دارن و بی تصور میدن چی میگن. من در حیرت موندگیم. باور کن همین الله با مخلوقاش معنا میدن. همین اصلا همین گپشون کفره. اگر الله بالای عرش اگه باشد لرزید، عرش الله میلرزد نچید. تصور میکنید گپاش نه؟ یعنی که همین گپ و خودش تشبیه است، تشبیه الله با مخلوق. بارک الله هدایتش کنه. باور کن اینو من نفهم. ایو انسانای گمراهتر من ندیدم. باور کن.